تو میتونی، تو باید رشد کنی. نجات دهنده تو آینه است. اونی که کمکت میکنه فقط اونیه که تو آینه است. مواقعی صرفا میان که برن. خودت برو بیرون، خودت تفریح کن، خودت از زندگی خودت لذت ببر. تنهایی کافه برو، تنهایی کتاب بخون. تنهایی خودت به خودت توی رشد خودت کمک کن. چقدر خودت داری. آخرش خودتی و خودت. تنها کسی که واسط میمونه همونیه که تو آینه میبینی. چه ایرادی داره آدم تنها بره؟ چه ارائه داره بگی دوست دارم برم بیرون غذا بخورم؟ خب برو، تنها برو، با خودت برو. با خودت برو. صبح که بیدار شدی داخل آینه نگاه کن، بگو تو میتونی، تو باید رشد کنی. حالا نه دیگه عکس نگیر. موقع رشد از خود عکس گفتم نگیر. استوری کنم. اگه میخوای گریه کنی گریه کن، داد بزن، خودتو چنگ بزن. چه چه اشکال ایرادی داره؟ اصلا بشین با کافه دارا درد و دل کن. برو تو کافهشون رو به هم بزن. برو تو آشپزخونه توی یخچالشون کیک. برو با کافه داری که داره جارو میزنه اونم مثل تو وسواس داره، زندگی تو به اشتراک بذار. چقدر لامپاشون بامزه است. آره این وسط صحبت انگیزشی رندوم. بعد که به اشتراک گذاشتی اون راجع به زندگی تو زیاد میدونه، پس بکشش. خیانت کن. اگه اون خیانت بکنه تو بیشتر بکن. آره اگه اون یه نفر آورد تو 10 نفر رو بیار. چی از اون کم داره؟ بگو حتی اونا بیشتر دنبال تو هن. اون باید دنبال این باشه که با تو باشه، نه؟ راستی اگه تا الان چنل من سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کن و پیج جدید اینستاگرام ما هم فالو کن تا از ویدیو جدید ما باخبر بشی. تو دنبال این باشه که با اون تو باشه. باید مثل یه نفر باشی که بالای اون قله وایستاده و همه دستا به سمتش درازه. تو باید انتخاب کنی دست کیو بگیری. تو انقدر خودتو در دسترس گذاشتی که اینجوری شده. واسه خودت ارزش قائل باش، خودتو سطح بالا بگیر. گریه نکن، که سرنوشت آنه. خیانت کن، گریه کن برا نوبتت. وقتی رو قله وایسادی به اونایی که دستشون به سمت توه و گریه کنم برات. الان دوست پسر چجور دوید اومد؟ بیا اینجا. آها سرش شلوغ شد. ولش کن، برو با یکی دیگه. اون باید واسه تو وقت بذاره. به اونم ثابت کن که تو میتونی. با یکی دیگه سلفی بگیر، نشون دوست پسر، شوهر، اون یکی دوست پسرت هم بده. You what؟ اونا باید بدونن تو چه کاری ازت برمیاد. وقتی دست رد به سیعت میزنن جلوشو برو با یکی دیگه. برو سر میز یکی دیگه بشین. خوشش نیومد. به درک. اگه کافه بست برو یه جای دیگه، برو ساحل. میری یه اسلحه میخری، شیشه کافه رو میاری پایین، میری تو کافه. یعنی چی کافه قفل کرده؟ این چه چرت و پرتیه؟ واسه خودت و ذهنت و شغلت و کارت هیچ وقت مرزبندی نکن. همیشه دنبال اون یه پله بعدش باش.